ما میخوایم که یک تا کتابچه بخرم برام بده و یک دانه قلم. و علیکم السلام. خوب است استاره جان؟ شکر. باش میسو بیاین. امروز نرفتی کار؟ نه. دیگه انشالله کار نمیری. درس میخونی. درست است؟ اینجا یک دانه دکان جور شده پایین خانه تان دیدی؟ نه دیدی؟ بریم ببینیم. بریم. بتسته. از دکانه خبر نداری؟ اینجا نو جور شده. خبر ندارم. خب؟ خیلی بیا بریم داخل. از این هر چیز خریده میتونی. اجازه از بیادر؟ و علیکم السلام. خوب هستی؟ چی دارین در دکانتان؟ ما اینجا الحمدلله همه چیز داریم. نه دیگه ماشاءالله همه چیز است نی؟ این طرف بیا سعی کو کل چیز است. صحیح است نی؟ آرام شدی چرا؟ این گفتم کاش که پدر مامان یک تا دکان می داشت. این قسمی؟ بس با تو دیگه کار نمیکردی؟ نه. یعنی دکان اگه پدر جانم تیم خوش میشی؟ آه. زیاد؟ میخوای زیاد. مزاق نکن. نه مزاق نمیکنم. اینه کلی را بته؟ اینه این کلی دکان است. اینه بگی. خیر ببینی کاکا. شدی؟ آه خیر. نکو گیرن ستاره جان نکو. ستارگک احساساتی شده است و بله دوستان عزیز دکان خانواده ستاره جان است. مواد زیاد دیگه انداخته شده. اینا میتونن یک زندگی خوش با واسطه کار در این دکان سپری کنن. ما از پدرش تعهد گرفتیم که دخترکشان اجازه نتن که کارهای شاقه کنه و پدرش هم دیگه بیرون کراچیوانی نمیکنه. میاد اینمی دکان از طریق سرمایه که در دکان است زندگی خدا نمیگذرانن. خب ستار جان گیریر نکا دیگه انشالله بخیر. خودت میری مکتب هم میری مکتب خصوصی میری انشالله و حالا برو پدر جان تصدا کو که ما دکان بهش تسلیم کنیم. صحیح است؟ آفرین برو قندولک آفرین. پدر بله دیگه انشالله شما هم خب کار شاقه نمیکنیم. خیلی تشکر. نه میشه دیگه دکانداری میکنیم. خداوند برکت بده که دیگه بتونیم به فامیل ما علاقمندان حلال بیاریم. موفق باشین بخیر باشین. خب شما سرنوشت حتمی دختر و پسر را رقم میزنین که شبانه در روی جاده ها خواب میکنه و در حالی که دستانش یخ بسته کرده یا آفتاب آزارش داده است شما از روی جاده این کودک گرفته و سرپرستیش به عهده میگیرین. و چگونه این کار ممکن است؟ دوستان عزیز بنیاد قمر برنامه تجارت‌های کوچک برای انداخته. فامیلایی که توانایی نگهداری از فرزندانشان به سبب مشکلات اقتصادی را ندارن و اونا را مجبور ساختن که کارهای شاق انجام بده. بنیاد قمر به این خانواده ها تجارت های کوچک برای می اندازه. در این امر خیر سهم بگیرید. شماره تماس و همچنان لینک ارتباطی مشاهده میکنین در آخر این کلیپ. ما در کمال امانت داری رسالت خویش انجام میدیم.